فرزندان عزیزم، اینها را به شما می نویسم تا گناه نکنید. اما اگر گناهی از شما سرزند، کسی هست که برای ما نزد خدای پدر وساطت کند و بخشایش ما را از او درخواست نماید. این شخص عیسی مسیح است که مظهر راستی و عدالت است. او کسی است که تاوان گناهان ما را داده تا خدا ما را هلاک نسازد. او با این کار رابطه دوستانه میان خدا و ما به وجود آورده است. او نه فقط برای گناهان ما بلکه برای گناهان تمام مردم جهان فدا شد. چگونه می توانیم مطمئن باشیم که خدا را می شناسیم؟ راهش این است که به قلب خود نگاه کنیم و ببینیم که آیا مایل هستیم احکام خدا را به جا بیاوریم. کسی که میگوید خدا را میشناسد احکام خدا را نگاه نمی دارد و خواست او را به جا نمی آورد، دروغ میگوید و از حقیقت به دور است. فقط کسی می تواند واقعا خدا را بشناسد و با او رابطه نزدیک داشته باشد که او را هر روز بیشتر دوست داشته کلام او را به جا آورد. کسی که ادعا می کند مسیحی است باید مانند مسیح زندگی کند. ای برادران، به شما می گویم که یکدیگر را محبت نمایید. این یک حکم تازه نیست بلکه همان حکم قدیمی است که از ابتدا به شما داده شده و همه شما آن را شنیده اید. با این حال همیشه تازه است و همان گونه که مسیح به آن عمل کرد شما نیز باید چنین کنید. زیرا در همان حال که به یکدیگر محبت می نمایید، لکه های تیره و تار زندگی از میان می رود و نور تازه زندگی مسیحایی شروع به تابیدن می کند. کسی که می گوید من در نور مسیح هستم ولی هم نوع خود را دوست نمی دارد، هنوز در تاریکی است. اما هر که هم نوع خود را محبت نماید در نور زندگی می کند و می تواند راه خدا را ببیند بدون آنکه گرفتار تاریکی و گناه گردد. ولی کسی که هم نوع خود را دوست ندارد در تاریکی سرگردان است و نمی داند به کجا می رود، زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده است تا راه نبیند.